خب دیگه وعده نمی کنیم؟ وعده میکنم مادر کلان. قدرت؟ وعده است. آفرین، شما را ما پرورش دادیم. میفهمیدم که گپ مرا قبول میکنین اولادان. دیگه نمیخوایم که شما را در حالت جنگ ببینم. نوش جانتان. نوش جانتان. عزیزم، شاید متوجه شده باشی که آسیا مادر به خاطر موضوع اولادا بسیار قهر شده. به خاطر حل ساختن این مشکل هر کاری که از دستش بیه انجام میده. اما تا وقتی که چتنده ای خانه باشه هیچ چیز خوب نمیشه. ما برات گفته باشم. بیبی زهر، اگه کمی هم از خداوند میترسی باز وجدانن گپ بزن. چتن آرام بان. در خانه هر مشکلی که پیش میاد سر چتن مندازی. کمی بچه خدا مقصر فکر کو. یعنی که تنها قدرت مقصر است؟ او دختر چی؟ او هیچ گناهی نداره. وقتی که قدرت نخواهی او هیچ کار نمیتونه. معلوم میشه که بچه ما را فریب داده. فکر میکنی که چتنی را نمیفهمه؟ چرا بجایی که از دختر حساب بگیره از قدرت میگیره؟ گوش کو چتو. ایده هیچ وقت فراموش نکنی. تو هیچ وقت بیادر من نیستی، بلکه دشمنم خود بودی. به خاطر که مادر کلانم خفه نشه چیزی نگفتم. ها راستی هر چیزی که از تو باشه ازت میگیرم. دیدینی حتی او دوست دخترته ازت گرفتم و هیچ چیزی کده نتونستی. شت. وعده ای که به مادر کلان دادی فراموش نکن. فکر کو حق با جانه بستی. فکر کو قدرت واقعا عاشق او دختر شده. آدم یک دفعه فکر میکنه دوست دختر قبلی بچه کاکای خوده او چطور به خانه آوردم بهتون از زاهل. من یه طور خوب نمیبینم. آی چتن، اگه تو را از این خانه بیرون نکنم زحل نباشم. اول تو را بعدشم خواهرایته. وقتی که شما نباشین باز چنارم اینجا نمی باشه. خدایا کمکم کن. خواهش میکنم کمکم کن. خاله عایشه در اینجا چی میکنی؟ هوای تازه میگرفتم.